به نام خدا. سلام. اینجا میازه. تو میاز دیگه نیازی نیست که سرچ کنی و دست به سرچ باشی. اینجا هر چیزی که از قبل نیاز به سرچ باشه رو برات تو سرچ کردیم و فقط لازمه گوش بدیم. بیایم امروز درباره اسهال صحبت کنیم. تعریف اسهال میشه چی؟ اگر یه مدفوعی بیشتر از 200 گرم در روز باشه با تعداد دفعات دفع بالا و این مدفوع شکل نیافته باشه، اون موقع بهش میگیم اسهال. انواع داریم. انواع از نظر زمان ما اسهال حاد داریم، پایدار داریم و مزمن. اسهال حاد کمتر از 2 هفته و اسهال پایدار بین 2 تا 4 هفته و اسهال مزمن بیشتر از 4 هفته که یکی از ویژگی‌های تشخیصی در بیماری‌ها تشخیص همین نوع اسهال هستش. انواع اسهال از نظر ترکیب و ظواهر: اسهال اسموزی، ترشحی، استئاتوره، ساختگی و التهابی. اسهال اسموزی علت فیزیولوژیش عدم جذب مواد در دستگاه گوارش. وقتی مواد توی دستگاه گوارش جذب نمیشن، به خاطر فشار اسموزی که ایجاد میکنن باعث میشه که آب رو از سایر بدن به سمت خودشون بکشن و ویژگی تشخیصی این نوع اسهال ها ایجاد شکاف اسموزی در اسهال هستش. و یکی از ویژگی های دیگه در اسهال اسموزی این هستش که اینها با روزه‌داری قطع میشن. چرا؟ به خاطر اینکه خب گفتیم که علتش خوردن مواد و عدم جذب اون مواد هستش و تا وقتی که این مواد هستن اسهال هستش و وقتی این مواد دیگه حذف بشن و چیزی توی دستگاه گوارش نباشه، این اسموز هم دیگه اتفاق نمیفته. اسهال بعدی اسهال ترشحی. اسهال ترشحی به خاطر ترشح فعال یونها و به دنبال اون آب به دستگاه گوارش هستش که توی اسهال ترشحی فرد اگه حتی غذای مصرف نکنه یا به اصطلاح روزه‌دار هم باشه، باز هم اون اسهال رو خواهد داشت و قطع نمیشه و فشار اسموزی توی این نوع اسهال ها شکاف اسموزی وجود نداره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خب این در اثر ترشح مواد به داخل دستگاه گوارشه که با بدن یه تعادل ایجاد میکنه و عوامل ایجاد کنندش مثلا مصرف مسهل ها هستش یا یه سری باکتری ها و عفونت هایی که باعث ترشح مداوم و فعال یون ها از دستگاه گوارش میشه. اصطلاح بعدی استئاتوره هست. استئاتوره یعنی مدفوع چرب که اگه میزان چربی در مدفوع بیشتر از 7 گرم باشه، ما به اون میگیم استئاتوره. علت فیزیولوژی استئاتوره عدم جذب چربی در دستگاه گوارشه که چربی نمیتونه جذب بشه و به خاطر همون در مدفوع میمونه و اون رو به اصطلاح چرب میکنه که خب عواملی که باعث عدم جذب چربی میشه 2 حالته: یا سوء جذب مخاطی که مشکل از دستگاه گوارشی هست که مشکل از مخاط دستگاه گوارشی هستش که نمیتونه این مواد چربی رو جذب کنه یا کلا مواد رو جذب کنه، و یا هم مشکل از آنزیم هایی هست که توی هضم چربی ها موثرن که این باید بریم و بررسی کنیم مشکلات پانکراتیک و صفراویش و اینجور مسائل. اسهال بعدی اسهال ساختگی است. اسهال ساختگی در واقع یک حالیه که بر اثر بیماری‌های روانی هستش که معمولاً هم افرادی که تو مراکز بهداشتی کار میکنن دچار این اسهال هستن که به اصطلاح بهش میگن که سندرم مونچازون که با اختلالات خوردن هست. این افراد یا میان از مسهل‌ها استفاده میکنن و یادشون میره از مسهل‌ها استفاده کردن و یا هنگام تست مدفوع میان به مدفوعشون آب یا ادرار اضافه میکنن که باعث خطا در آزمایش میشه و همچنین اگر خب آب اضافه کنن اسمولاریتش بسیار پایینه به خاطر که خب اومده رقیق کرده و اگه توی مدفوعشون ادرار اضافه شده باشه اسمولاریتش میاد بالا به خاطر اینکه زیاد میشه، به خاطر اینکه خب یه ماده غلیظ پر از یون اضافه کرده. اسهال بعدی اسهال التهابیه. ما توی اسهال التهابی عوامل التهابی و تظاهرات التهابی مثل درد، تب، خونریزی و سایر علائم التهابی رو داریم و توی اسهال این افراد گلبول‌های سفید یا پروتئین‌های مشتق از گلبول‌های سفید مثل کالپروتکتین ها در مدفوع دیده میشه.
و اتیولوژی این اسهال بیماری های التهابی روده یا IBD، کولیت میکروسکوپی و اینجور مسائل هستش.